میخوام بهتون یاد بدم چجوری توی توین موشن مسیرهای مختلفی رو ایجاد کنیم. مسیر عابر پیاده، مسیر ماشین، مسیر دوچرخه و مسیر اتوبوس. واسه ایجاد مسیر دوچرخه توی این قسمت از طراحیمون دوربین رو میذاریم توی یک زاویه‌ای که راحت‌تر بشه رسم کرد. از قسمت پاپیولیت، پس و بایسیکل شروع میکنیم به ایجاد مسیر دوچرخه. با کلیک کردن توی نقطه‌های مختلف مسیر و واسه تموم کردن مسیر توی نقطه انتهایی کلیک راست رو میزنیم. از مسیر دوچرخه با گرفتن کلید تب و کلیک روی جهتی که میخوایم کپی میگیریم. توی تنظیمات مسیر دوچرخه جدید گزینه ریورس رو میزنیم، همون مسیر توی جهت برعکس ایجاد میشه. به همین سادگی در کمترین زمان ممکن و بالاترین کیفیت با استفاده از نرم افزار توین موشن میشه انواع و اقسام مسیرهای مختلف رو ایجاد کرد تا بتونیم توی پروژه هامون ازشون استفاده کنیم، مخصوصا پروژه هایی که قراره به صورت ویدئویی ارائه بشن. این ابزارها بهمون کمک میکنن تا شکل ارائه کارمون رو متفاوت‌تر از بقیه ایجاد کنیم. من رضا هستم و اینجا نرم افزارهای شهرسازی و معماری رو بهتون آموزش میدم.